سلام. خیلی خوش برگشتیم با یه ویدیو دیگه با من. امروز تصمیم گرفتم که یک روز با من رو بگیرم. همه گرفتن جز من. دیگه از آماده شدنم گفتم همیشه براتون تکراری میشه. طبق معمول رفتم همون، دوش گرفتم، یعنی موامو حالا در یه حد رضایت بخشی خوش کردم. کرم و اینا هم که دیدیم. صبحم یه کمی فعالیت کردم که دیگه متاسفانه نتونستم ویدیو بگیرم تا الان. یعنی از صبح چه کارایی انجام دادم و بهتون گفتم، یعنی چون که یه دفعه من تصمیم میگیرم یه ویدیو بگیرم اینجوریه. البته که قبلش مثلا چند روز قبلش به این فکر میکنم که در مورد چی ویدیو بگیرم یا آپدیت جدید بذارم، ولی چه روزی موفق باشم که بخوام ویدیو بذارم دیگه اون بستگی به مودم داره. دیدم امروز سرحالم، بهترم، خسته نیستم مثل ویدیوهای قبلی که آشپزی و اینا خسته بودم. پس بهترین تایمه که بخوام ویدیو بگیرم. خب بریم با هم دیگه بیرون. تصمیم گرفتم مواد غذایی بگیرم طبق معمول. سعی میکنم هر 2-3 روز یه بار برم شاپینگ که فرش باشه چیزایی که میگیرم. اصلا دوست ندارم غذای مونده و اینا رو بخورم یا فریز کنم، و همین ترجیحم اینه که روزانه برم که یه فعالیتی هم بکنم و علاوه بر کار، یعنی اگه تایم داشته باشم ترجیحم اینه که روزانه برم خرید کنم. حالا اگه هر روز نشه هر 2-3 روز یه بار یا هفته 2 بار. امروز از اون روزاییه که گوشتم تموم شده گلوم گیر کرد. تصمیم گرفتم برم ازدا. حالا بریم داخل ازدا رو قبلا بهتون نشون دادم. بریم ببینیم دیگه چجوریه، چون که دیدم که بعضی از مغازه ها مثل تیکی مکس و اینا دوباره کلیرنس، یعنی تخفیف خورده، تخفیف خیلی خوب، شلوغه. امروز هم ستردیه. بریم که با هم دیگه همراه باشیم. مرسی که ویدیوهای منو سابسکرایب میکنین، لایک و کامنت هم یادتون نره، ممنون میشم. کلا یادم رفت یه رژ لب دارم، منتها فکر کنم تو همه ویدیوها نشونش دادم، روم نمیشه نشون بدم به خاطر اینکه اینه. من لبام قبلا خیلی پوست پوست میشد. این رژ لب عالی بود، یعنی نه رنگش براقه نه خیلی و مات میشه دیگه رو به اتمامه و هیچیش نمونده. اینو خواهرم برام آورده بود، رنگش هم عالی بود. حالا اگه بخوام برم دوباره اینو گیر بیارم، دیدم البته یه جایی، بریم ببینیم امروز موفق میشیم یه دونه دیگه از اینا بخریم. البته یه رنگ شاید روشن‌تر، نه مثل این یا این رنگش 320 پیتال made in Italy، اسمش هم میلان. ولی خیلی رژ لب خوبی بود، یعنی اگه شما هم لباتون مثل من پوست پوست میشه اینو حتما توصیه میکنم. میخواستم بیشترم برای اینم یعنی برم، یکی اینکه گوشت بگیرم، یکی هم اینکه اینو ببینم میتونم پیدا کنم. دنبال ضد آفتاب بودم چون این ضد آفتاب همیشگی کوزز تموم شده دیگه، تاریخش هم دیگه فکر کنم گذشته، تا پوستم بد نشده برم یه ضد آفتاب دیگه بگیرم. ولی قیمت ها رو نگاه کردم، از ایبی و آمازون آنلاین اوردر دادم، از آمازون فکر کنم. اگه بخواین بیاد بعد به دستم برسه یه مدت استفاده کنم. توی همه ویدیوها من همیشه نشون میدم که چه چیزایی استفاده میکنم، اونم میبینین. چون که نوشته بود هم مویسترایزینگ میکنه، مرطوب میکنه، هم که SPF 50 داره، ضد آفتابه، مثل واتری ژل، مثل آبرسانی میکنه. هیالورونیک اسید داره که ضد چروک هست دیگه. سن که میره بالا بهتر که توی ضد آفتاب هیالورونیک اسید باشه که ضد چین و چروک آبرسانی هم میکنه.
مرطوب کننده هم هست. نمیدونم، منتها به پوست من ریویوهاش نگاه کردم خیلی خوب بود. حالا بریم که اونم بعدا نشون میدم. هدفم الان چی بود؟ یکی گوشت، یکی هم رژ لب. میریم با هم دیگه حالا تو مغازه ها میگردیم نشونتون. سلامی دوباره، من برگشتم. همین مارکت ازدا هستم. بریم ببینیم امروز چی میخوایم بخریم. براتون میگردونم، شما با من. اومدم فروشگاه شامپو نگاه کردم. شامپو اوجی ایکس سولفات فریه، نشونتون میدم. سری قبلی اومدم کاندیشنرش رو خریدم اشتباهاً. مثلا اینو نخوندم که نرم کننده میشه، باید شامپوشو میخریدم. من از این قبلا استفاده کردم، راضیم. موهام چرب میشد، یه روز در میون همون بودم. الان 2 روز یه بار با این سولفیت فری شامپو میرم همون. فقط بدنمو میشورم، یعنی سرمو منظورم دیگه. این روغنه، این مال مراکو، کجا رو میگیرم. قبلا این بهتر از اورئال بود، این بهتر از این بود. نوشته معجزه میکنه ولی راضی نیستم من ازش. حالا بریم نگاه کنیم. لوازم خونه هست، ببینیم چی داره. الان جدیدن خوشم اومده، قبلا از لوازم خونه خوشم نمی اومد، حال نمی کردم، ولی الان جدیدن هی نمیدونم، شاید دیگه اینجا زندگیم استیبل شده دیگه، با دل و جون میام وسیله میخرم. ولی این چاقوها نمیدونم خوبه یا نه. توی ترکیه که بودم از برند آیکیا یه چاقو گرفتم، 2-3 سال استفاده میکردم، اصلا یعنی تیز بود، تیزیش از بین نمیرفت. خب با من همراه باشین در ادامه. و اینا خوشگلن. 1 پونده، 1.5 پونده، ولی برای استفاده روزانه از اون لیوان دسته داره اگه ببینم خوشم بیاد میگیرم، ولی نیست اینجا، نداریم. یا مثلا شیشه آب. الان این چیه؟ شیشه، این که شیشه هست خوبه برای توی یخچال، ولی اینو تا بخوای باز کنی اینا کلی دردسره. 2 پوند. اینم که مثلا اوکیه ولی در نداره، توی یخچال بو میگیره. حالا همینجوری نگاه میکنیم دیگه. اینا هم که پکیج کلیه، قیمت ها هم که مد نظرتون هست. اومدم این سبده رو نگاه کردم، بعد خوبه همه چیش، نمیدونم برنج از توش رد میشه یا نه، ولی اینو خوشم نیومد، خیلی محکمیش خیلی خوبه ولی اینش رو دوست ندارم. دوباره اینا چی هم؟ ملاقه. چقدر من دنبال یه همچی چیزی بودم، حالا که دیگه خریدم پیدا شد. چیه؟ مال قهوه است بکنم.
آره دو بساط قهوه است. چیه؟ مال یخه. دیگه چی داریم؟ اینا مال کیکه. چی؟ کیچن تایمر. بریم یه قسمت دیگه، خستتون نکنم. یه دونه گوشت برداریم تو شهرگرده. از این همیشه میگیرم با یه بسته قارچ. امروز ماکارونی درست کنم. لوازم آرایشی‌هاش رو نگاه کردم، از اون برنده اینجا نیست. یه کرم یعنی ضد آفتاب برای بدن میخوام که اونم اینجا نگاه کردم قیمتش، ببینم جاهای دیگه چقدر دارم. اینو میگم برای بدن، چون اینو ترکیه بودم استفاده کردم خوب بود. برای جای دیگه دیدم 5 خورده، اینجا زده 6-8 دلار. Protect and moisture, protects healthy skin from inside and outside. این دو تا فرش ویتامین سی و هیالورونیک اسید حتما. حالا میریم جای دیگه هم نگاه میکنیم. یا مثلا هند کریم نیتروژنا ترکیه بود استفاده میکردم، ولی اینجا رو نمیدونم. احتمالا دوباره میرم تیکی مکس. اینجا هم چیزایی که من آف خورده میذارم. هم گارنیه چقدر شده؟ یعنی آف نخورد که اتیکت ردیوس نوشته. بریم اینا رو گوشت و قارچ و لیمو گرفتم حساب کنیم و بریم. اینا هم که مولتی ویتامین گذاشتم. بریم یه مرکز خرید دیگه و بیایم. اومدم سوپر دراگ اسم این شاپه هست. قبلا هم اومده بودم رنگ ابرو گرفتم. حالا نگاه کنیم ببینیم این رژ لبه رو داره یا نه. از اونوری موهام پریشون شده باد بیرون. نگاه کنیم. اینجاست، این برنده است. فقط باید قیمتشو نگاه کنم ببینم اینجا قیمتش بهتره یا توی آمازون یا ایبی. اگه من دیدم اصلا چرا من این رو نگاه میکنم؟ مکس فکتوره اینجا میلانیه. این آیله الان رنگ خودم هم میزنم. اینه حالا خودم این رنگی که الان رو لبامه کنارش بزنم.
یه کمی یعنی چیز اینجا نور بده، بعد از اون ور بگیرم دوربینو. خب روشن‌ترم، قهوه‌ایشم بزنیم. حالا که داریم تست میکنیم با هم. خیلی تیره است برای پوست من، برای سیاه پوستا بهتره. این همین بود که زدم؟ نه این بود. آره 430. این چیه؟ اینم خوشرنگه. 410. اینم خوشگله. اگه تو توناژ نود میخواین 410. اگه یه ذره مثلا حالت هلویی میخواین میشه 430. رنگا هم اینان. چرا اینجا آخه باید گرون تر باشه؟ این سوپر دراگ همیشه چیزاش گرونه. صورتیش هم بزنیم. صورتیش اصلا نگاه کنید کیفیتشو. بزنم اینم خوش رنگ آخه، مخملیه اصلا روژاش، رنگ خوبیه. این چیه؟ 310 اولی. همه رو زدیم. اینم که همون خط لباش هم میدام کنیم. خوش رنگه ولی پستر نداره. یه چی دارم دستمال ندارم. چرا؟ خب کنم آبرون نره اینجا. کرم اینا که نمیزنم، روژبینه هم دارم. ببین ابروه این لیپ گلاسه. بریم فروشگاه تاونلند می‌سه. اینو قیمتش رو نگاه کردم که اینترنتی اگه بشه آورده. بریم یه جای دیگه با من همراه باشیم. یه برند دیگه. امروز روز من نیست، هرچی میگیرم چون شارژ نداشت خاموش میشه. یه دقیقه اینجا باشی. 10 مرتبه زدم به خاطر بودم. این مغازه کم قیمتش گرون تره تا آنلاین ارزون تر میتونیم گیر بیاریم. ولی اگه همون روز بخواین مثلا باید بگید من که عجله ندارم میرم آنلاین از آمازون یا ایبی اوردر میدم. صدامم گرفت از بس ویدیو گرفتم ضبط نشد. بریم پاونلند قیمت کرم دست و ضد آفتاب و اینا رو نگاه کنیم چون این فروشگاه میدونم گرونتره تا جایی همون دارن همون اندازه ارزونتر میتونین گیر بیاریم. اومدم پاونلند دارم نگاه میکنم. نشون شما میدم.
باکسر رو بگیرم. این یکم شل شده ولی اشکال نداره. خیلی خوشگله، خوشم اومد ازش. اینجوری برای رو میز. دوستش دارم. حالا یه ذره این شل شده، یه ذره هم اینا لپر شده، مهم نیست. خوشگله، پیدا نیست دیگه. یه چند تا لیوان ببینیم. اینو بذارم اینجا، نه خودم نشکنمش. لیوانا رو بعد امروز اینجور شد. اوکی. این یکی هم هست از این لیوانا میگم. دو تا لیوان بیشتر ندارم برای که تنبلی میشه. برای 5 پوند گرون بود. برم تصمیم بگیرم برای اینو نمیدونم ولی اونو میگیرم. اینو دوستش دارم. من برگشتم خونه، خسته شدم. حالا بهتون نشون بدم چی خریدم. البته که تیکی مکس نشونتون دادم، دوباره هم نشون بدم. این باکسه بود، اینش شل شده. خب بعد از داخل اینطوری، چون هیچ راهی نداره که اونو سفت کنی، یه ذره هم اینجاش لپر شده، ولی من دوستش داشتم. خیلی قیمتش شده بود 2.5 پوند. برای همین برای روی میز خوشگل، پیدا هم نیست. من خوشم اومد دیگه، خریدمش. برای کرم یا اکسسواری چیزی اینجوری دیگه ارزون داره. یه بادی لوشن گرفتم از برند اولیویا بلیک. این هم از تیکی مکس. این سریش خراب شده بود، فکر کردم که اینو باز میکنم استفاده میکنم. قیمتش هم 1 پوند. خیلی ارزون شده بود. گفتم برای چی نخرم، چون که تیکی مکس معمولا چیزاش خوبه. منم که دیگه عشق اونجا. حالا یه ذرهشو برمیداریم امتحان کنیم. هم برای دست 2 کار است، هم برای بادی. اوی نیفته. خوبه، بوی تمیزی میده. چه بویی میده؟ بوش خاصه. نه خوبه، یعنی خوبه. لایم بلاسم and basil اگه درست بخونم. made in UK. خوبه دیگه برای بادی لوشن. خیلی چرب و اینا هم نیست. دیگه چی گرفتم؟ یه لاک گرفتم این رنگی و بقیه‌اش هم مواد غذایی. اینا رو ببرم من بذارم توی یخچال، یه استراحتی کنم، دوباره میریم برای قسمت گرگیجه. گیج شدم. نمیدونم چه علاقه‌ای به این ارگانایز کردن وسایلم دارم. همه اینجوری هم خوششون میاد. بعد الان گیج شدم، نمیدونم باید چجوری چی و کجا بچینم.
بذارین نشونتون بدم. اوکی. خب ببینید این باکسیه که خریدم. آماده اید که رونمایی کنم؟ دادا. خب حالا چی توش گذاشتم؟ لاک گذاشتم، لاکایی که تست کردم امروز. این منداب، این همیشه همراهمه برای کمر درد، برای گردن درد، دست درد، پا درد. اینو مامانم روش نوشته از عطاری گرفته بود، اون موقع که آخرین بار دیدمش برام آورده بود. این برام خیلی با ارزشه. دیگه نخ اصلاح، آیرن، مولتی ویتامین، بلندر، موچین. اینا چیزاییه که مثلا استفاده جوش میزنم. این کرم جوشه، اینو از داروخونه توی ترکیه گرفتم. خیلی خوبه، خیلی ارزون بود ولی خیلی خوبه. انشالله که تاریخش نگذشته. دیگه اینم مال لبه، خوبه، بد نیست. قطره چشم، من چشامو لیزیک کردم برای چشمای خشکم. دیگه اینم از بری میذاریم. قرص برای دوران PMS از ترکیه آورده بودم، میخورم، شل کننده عضلاته. و این ورم قرار بود این اکسسوری ها که فعلا در این حد زندگی من تا بخوام چیزای دیگه بگیرم فعلا اینجوری باید باشه. توی این گذاشتم که روزانه استفاده میکنم. اینا هم روزانه توش استفاده نمی کنم. عینک همیشگیم. اینا رو گرفتم که مثلا میخواستم موهامو با اینا چیز کنم ولی اصلا سودمند نبود. سوهان دیگه، قطره دوباره چشم دیگه. این پماد برای چی بود؟ اگه زخم هست جای زخم این خوب میکنه، خیلی خوبه. ناخونگی رو برای کوتیکول، مداد سفید و همین. اینم دوباره قطره چشمیه. دیگه این قطره ها رو یه جای دیگه بذارم خیلی بهتر باشه، یا ناخونگیرا رو. ولی اینو دوست دارم، اینا که توی این نیست. اینو دوست داشتم، قشنگ. گفتم این تیکه هم بهتون نشون بدم. اینم سشوارمه، صبح بلند شدم زدم. دیگه اینم که شاید قبلا دیده بودین، اسمش مولیه، به آشنایی پیدا میکنین باش. خب بریم که آشپزخونه. حالا آماده این بریم با هم دیگه ماکارونی درست کنیم. ماکارونی هم از این شکلی ها. حالا دیگه نمیدونم حوصله‌ام بشه نشون میدم، یعنی میزنم رو دور تند که ببینین دارم چی کار میکنم. ولی حالا دستور پختش و اینا رو فکر کنم دیگه اینجوری متوجه میشین برای اینکه خسته نشین. چون فکر کنم خیلی چرا این خاموش متوجه شدم. فکر کنم چون دوتاش تو شارژ باشه، گوشیم و این رینگ لایت چیز نمیکنه، ساپورت نمیکنه. خب بریم با هم دیگه ماکارونی رو درست کنیم.
صداش در اومده. منتظرم آماده بشه بخورم دیگه. الان اینجا ساعت 7 فکر میکنم. Hey Google, what time is it? It's 7:45 p.m. 7:45. بعد غذا بخورم میشه ساعت 9. بعدم دیگه روتین پوستی و از صبح تا حالا ساعت 8 بیدار شدم. صبح یه فعالیتی کردم که یعنی صورتمو شستم، دوش گرفتم. قبلش رفتم پیاده روی یک ساعتی. بعد برگشتم دوش گرفتم. دیگه از دوش گرفتم که بعدش آماده شدم و مسواک بردم و اینا. دیگه شما اون موقع می‌بینید. در همین حد درگیر یه مشکلی هستم. مشکل که نه که دوست ندارم الان بازگوش کنم. هر وقت که به نتیجه برسه انشالله اون موقع میگم. دیگه برام دعا کنین دیگه موفق بشم. تموم شده متاسفانه. کیف پول. تو کیف پول هم باید نشون بدم چیه؟ من دوست دارم ببینم. پول نه صد و سنی داشتم. اخونم صبح بکشم. خوشحال. بعد از این لاکت خریدم بزنم. کارتام، کیملیکم و کارتای بانکیم، کارت اتوبوسم، کارت دانشگاه. این دوتا اقلامی هست که همیشه همراه هم نیستش. برای مواقعی مثل کافه رفتن وقتی تنهام یا حالا با دوستامم باشم میبرم اینو واسه کانتنتی که به ذهنم بیاد، سرچی بخوام انجام بدم و این داستانا رو با ایپد انجام میدم و پلاستیک و تاکسن. خب و من خودم شاید شاهینو بسیار زیاد دوست داشته باشم، اما به هر حال دوستش دارم. من ناخونم دیگه وقتی من یه جا میشینم از شاهین دفاع میکنم همه میخندن میگن آره تو فقط دوستش دارم که تیک و تاکشو زده الان تو همه روشم نوشته وان ویک الان هم همین صحبت دارم و الان هم همین نظر رو دارم. خیلی خوبه. کی همچین نظری رو داره همچنان؟ خوشحال کارتو راه بندازی. این دیگه انتخاب خودته که میتونی ازش استفاده کنی یا نکنی. و من راجع به این نظری ندارم که آقا این انتخاب درسته یا غلطه، ولی من میگم که شما این کارو میکنی. الان هم دارم میگم میکنی. عشق ابدی نگاه میکنم. لوندی میتونه باشه یا هر چیز دیگه ای، میتونه اصلا یه اتمسفری باشه که تو هیچ در کدوم از کرکترها رو غیر از نگار اینجوری از روز اول همینجوری توضیحش بدی که یه سریال میدونی اینجا متاسفانه یک جوری شده وقتی یک جمله اشتباه بخوای بگی یا یک جمله‌ای که چون تو مسابقه نمیدونم کامل نباشه همه روش سوار میشن و هر جوری که دلشون بخواد ادامهش از موقع نگاه میکنم. انقدر اینجا فشار رو منه از اولین روز تا الان چه داخل برنامه چه پشت صحنه ببخشید درگیر رقص شدم. این فیس واشم که گرفتم گیاهی بود، بوش اصلا خوب نیست ولی دیپ کلینینگ میکنه، اینش خیلی خوبه. لاکمو خیلی دوست دارم، خیلی خوشگله، یعنی چیز ژل مثل ژل پالیشان. اینو اینجوری من ماساژ میدم، میریم رو دور تند که بشوریمش. حالا قبل از این که مشغول مسواک زدن با این بشم یه توضیح گفتم بدم. این که سری 6 یا 8 هست یادم نمیاد، همون یکی دو ماه اول که مهاجرت کردم اینو خریدم چون که
یه چیز خیلی خوبی که داره حدود 4 دقیقه دندوناتون رو مسواک میزنین. یه اپلیکیشن داره نصب میشه به گوشی و نشون میده که کدوم مثلا مراحلش رو نشون میده. رنگش که سفید شد مثلا دایموند شد یعنی که همه جرما رو برداشته. هر 6 ماه یه بارم این سری رو باید عوض کنین و همین خمیر دندونم خیلی خمیر دندون مارویس این رنگ گریش برای چای یا قهوه که زیاد میخورین یا سیگار کشین فکر میکنم بلکش و این هست گری، ولی این هر روز نمیشه استفاده کرد. بعد هفته دو بار و روزهای دیگه باید از رنگای دیگهش فکر میکنم بنفشی آبی داشته باشه که از اونا استفاده کنین. اگه دوتا یعنی حالا من روزهای دیگه از این یکی کولگیت میزنم، اینم هفته 2 بار میزنم. این کولگیت اینم جدید اومده، اینم خوبه یعنی راضیم. دیگه دهانشوی و نخ دندون خیلی مهمه که اینم باز من از این اورال بی استفاده میکنم. این خیلی عالیه. دیگه همین این روتین شب منه. مسواکو بزنم و بیام از شما خداحافظی کنم. آخر از این نیوه میسلار واتر نیست، این تونره. خیلی خوشم اومد. اینم دیپ کلینینگ میکنه، یعنی وقتی که با ژل واش فیس واش شستین بعد از این بکشین روش برای اینکه که دیپ کلینینگ کنه. حالا من دوباره طبق عادت اون رو نگاه میکنم، ولی با این یه برند دیگه چی بهش میگن به ایران به فارسی میشه شیرپاک کن، اورئال. من اونو گرفتم ولی اصلا راضی نبودم. توی ویدیوهای قبلی مگه دیده باشین نشون دادم، اونو اصلا خوشم نمیاد. این تونره نیوه خیلی بهتره. مثلا اگه بستگی به بودجه داره دیگه، هرچی بیشتر هزینه کنین دیپ کلینینگ بهتری میتونین داشته باشین. مثلا اوردینری میدونم که اونرش ایرانیه و به پوستای ایرانی ها خیلی سازگاره. اونم خوبه که اگه بتونین فیس واشش رو بگیرین. حالا اینا جزء پلن‌های من در آینده است. دیگه همین این ولاگ 1 روز با من میشه تا اونجایی که میتونستم، یعنی کارهایی که توی طی روز انجام میدم. البته که امروز یه روز پرکاری بود، هم بیرون بودم هم آشپزی بود. آخر هفته سر کار نمیرم و همه روزا عین امروز نیست، ولی خب هر آنچه که میتونستم کاری که انجام میدم و نشون بدم گذاشتم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره که چنل منو سابسکرایب کنین، منو حمایت کنین، خوشحال میشم. برام انگیزه میشه که همینجوری ادامه بدم و از خودم آپدیت بذارم، یعنی ویدیوهای جدید بذارم. خیلی دوستتون دارم با این قلب همیشگی. بای.